از قدیم گفتن اول جو بعد یورتمه و دو. حکایت این شیخ فریه که هنوز جو حکومت رو نخورده یابو ورش داشته و یورتمه که چه عرض کنم چارنل داره میره طرف دروازه غربی. بر هیچ گونه برنامه ملاقات با مقامات امریکایی در برنامه کار سفر آقای دکتر روحانی نیست. بر خرمگس معرکه لعنت اشتاد. بابا تو دفتر ایشون سیل اومده از بس قند تو دلش آب شده و آب از لب و لچش راه افتاده. یعنی راستی هیچ برنامه ملاقاتی نیست؟ البته چنانچه در چارچوب 5+1 روند کار به سمتی پیش بره که اضطراری و ملاقاتی تنظیم شه، در چارچوب 5+1 این کار انجام خواهد شد. ایول، حکایت اون پالونه است که طرف گفت خودشو بیار اسمشو نیار. بی خود نبود که عظما احساس تیزاب سلطانی داشت. ما مخالف با حرکت‌های صحیح و منطقی دیپلماسی هم نیستیم ها، چه در عالم دیپلماسی چه در عالم سیاست‌های داخلی. نه، بنده معتقد به همون چیزی هستم که سالها پیش اسم گذاری شد، نرمش قهرمانانه. عیبی نداره، عیب که نداره، ولی نرمش قهرمانانه آدمو یاد دجال میندازه که به بادش داد. آقای کارگردان ایول داشتیم شوخی با خاندایی ما هم شوخی. بحث سیاسی دجال بود که با نرمش قهرمانانه جام زهر رو انداخت بالا. اینی که تو داری نشون میدی که تصویر نرمش ورزشکارانه خاندایی ماست. با دجال تومانی 30 سنار توفیر داره. شما الان ماهواره ها رو ببینید، الان این ماهواره ها همون دجال دیگه، جریان دجال که حالا شخص نیست. بابا این دیگه کیه؟ نرمش دجال همون جام زهره. این یارو ابوالپشم از کجا اومد؟ آدمایی که زلفشون به زلف امام گره خورده. زلف چی؟ کشک چی؟ داستان جام زهره که داره تو حلقوم عظما ریخته میشه. حالشو این روزا مگه ندیدی؟ فیزیک بدن خود بیحال و ایناست. نکنه تأثیرات زهره؟ با پاسدارام که حرف میزد یه تکونای اضافه داشت، عصبی هم بود. یکی میگفت ذاتن اینجوریه. حالا ولو ذاتن هم این حالتن هم خیلی چی نباشن، گاهی اوقات عجله خشونت چی اینا پیدا میشه. توصیه کردن که مواظب این حالت ها باشید. چیزی نیست، خورده اراده بکنی برمیگرده به حالت بدن، چه نکنی. یه خورده این کم حوصلگی ها گاهی پیش میاد. کم حوصله چیه؟ بابا سیدالی از عصبانیت از گوشاش دود میزد بیرون. عصبانیتی این به یک بخشی از جنون ارتباط داره. اگه بعدش که از سمانتون خوابید از کارتون راضی بودید فجنونه مستحکم، جنون حضور داره هنوز. آره راست میگی. خاندایی ما میگفت حسن این خیزی که شیخ فری برداشته انگاری جلوی خر جو پاک کنی. عظما رو پاک دیوونه کرده. خب کد و الوایی عظما چه خاکی تو سرش بریزه، نکنه باهاش نقش بازی کنه. بله این خوبه، خیلی دستور کار خوبیست. خودتو به حلم بزن، ولو تصنعی ولو مصنوعی، تا برسی به اون مرحله. شیرینی خیلی داره، حلم و صبوری. شیرینی؟ بابا زر نخوردی؟ امامتو که دیدی؟ اگه عظما خر بود میدونی با تو چیکار میکرد؟ نوش جون.